ولایت پنجشیر هم امارت اسلامی که آمد و در او وقت خدمات بسیار ابتدایی برای مردم پنجشیر صورت می گرفت در عرصه صحت. ولی باز هم الحمدلله که مجاهدین یا مسئولین امارت اسلامی افغانستان متعهد به وظایف خود بودن و هستند. از وقتی که ما به ولایت آمدیم، سیستم صحتی ولایت را که دیدیم، از نگاه تعمیرات و از نگاه وسایل و از نگاه تجهیزات و از نگاه معیاری بودن دکترها یا معیاری ساختن تداوی، ما در هر عرصه کار کردیم. کلینیکا را از ابتدا ما ترمیم کردیم و رنگ و روغن کردیم و امو حتی وسایل برقی نداشتن، برق نداشتن، آب صحیح نداشتن و برق نداشتن. الحمدلله کلینیکا از ابتدا تا انتها ترمیم شد و برقای 24 ساعته برشان آماده شد و وسایل پیشرفته به کلی کلینیک های ولایت الحمدلله اکمال شد و برای دکترایشان کورس های یا سمینار های ارتقای ظرفیت برشان داده شد. فعلا در سطح ولایت ما 31 مرکز صحی داریم، مرکز خرد و ریزه که به همه مراکز الحمدلله رسیدگی شد. دکترای 24 ساعته، برق 24 ساعته، وسایل 24 ساعته در خدمت تداوی مردم ما می باشه الحمدلله. اما ارگان های مؤسساتی که ادویه را اکمال میکنه، ما امرایشان همیشه در ارتباط هستیم و مشکلات مردم برشان گفتیم و الحمدلله که امی 140 قلم دوایی که به همه کلینیک های ولایت پنجشیر اونا میرسانه هنوز قطع نشده و همیشه این دوایی در چی می باشه، در مراکز صحی می باشه و به خاطر رفع کلی مشکل هم ما امرای مؤسساتی قراردادی در جریان هستیم. انشاءالله اونا وعده سپردن که ما کوشش میکنیم که مکمل همین مشکلات رفع بکنیم. الحمدلله که یک هماهنگی بسیار کامل بین ما وجود داره و هر مشکلی که در عرصه خدمات صحت می باشه توسط ریاست صحت عامه با مؤسسه مربوطه که قراردادی امرای اونا شریک می شود و اونا هم بسیار به اخلاص و به متعهد وظیفه خود اجرا میکنه. اکمالات زمستانی و اکمالات ادویه و اکمالات ماشینری و حتی به ولایت ما ماشین های بسیار پیشرفته اکسری و لابراتوارها و این وسایل به ولایت ما اکمال کردن و به خوب به اخلاص و به تعهد کار میکنه الحمدلله. دشمن همیشه شایعات میکنه که برای مردم انگیزه منفی بده، ولی الحمدلله در مردم ولایت پنجشیر که مردم متدین و مردم دیندار و به نظام امارت اسلامی اونها هماهنگ و در پهلویشان ایستاده هستند، هیچ اتفاقی وجود نداره که یک فرد از یک خانه کسی کشیده باشه و نه هم نظام اسلامی پالیسیش است و نه هم واقعی صورت گرفته. فقط دشمن به خاطر ازی که برای مردمای خود یک مورال بده که اونا را به این سوق بکنه که در پهلویشان بیه، یعنی تو شایعات دروغین اونا چی میکنه پخش میکنه، هیچ حقیقت نداره الحمدلله. ما همیشه به ملت افغانستان خصوصا به جوانای پنجشیر ما می پیام را میتیم که پنجشیر یا افغانستان خاک مشترک کل افغان است و به هیچ افغانی که او به نظام مخالفت سیاسی نداشته باشه افغانستان خانهش است، بیایه به خانه خود، بیایه به زندگی عادی خود را پیش ببره. انشالله که امارت اسلامی افغانستان متحد به این است که به جوانای افغانستان خصوصا به جوانای پنجشیر برشان چانس های کاریابی را برشان دریافت بکنه و الحمدلله که ملت هم شاهد است و شما هم شاهد هستین که بازارها جوانای پنجشیر در صفوف پلیس ملی، در صفوف اردوی ملی اینها ایفای وظیفه میکنه و انشالله در آینده ها اراده وجود داره از طرف امارت اسلامی افغانستان که دیگه جوانای پنجشیر هم در صفوف نظام اسلامی جذب شود و برشان زمینه کار آماده شود. ادارات ملکی الحمدلله امسال از 1000 زیاد جوان ما در ادارای ملکی در خود ولایت پنجشیر جذب کردیم و در ادارات نظامی و در ارگانهای نظامی هم
الحمدلله دروازه باز است، جوانایشان استخدام میشه.